او خاطر محفل تشکیل میکنن که یک فایده و استفاده ببری آخی. پروردگار فرزندای بابای حجی را در پناه امن اسمتش محفوظ بود. خداوند دولت شونه از این زیادتر کنه. پروردگار برکت نصرت شون بده. اما من یقین میدونم که دستان در کاری همه این کارا بابای حجی قچه نه که از شیر بچه میشه واقعیت داره. هر کس غیرت هم نداره نام بتوه از دست هر کسی کار هم نمیوید. باور کنه این کاری آسان نیست. یک زمانه در هم دورای سوزنی سمرقندی یک وزیر به دست با درجه سختی مرده که خونه سوخته خونهش هم نمیدونستین حتی هم مردم که چه خیلی باشه و میمون خونهش در کجا باشه. بعد یک روز حکیم اشارهش میکنه که بدبخت یک تیرش بزنده یا بجنباخ یا تشکیلی کنه یا معرکه کنه مردم دعوت کنه نه که همین خیل شعری بگو که اینیتیاری ختم در تهش باشه بفهمن که همین شعری سوزنی های او یا روبایش میگه در همین محفیله که پوچو ششتگی سرای دولت استودگن به همون مراجعت میکنه میگه اینانی تو رو نخورده کس جزنی تو با دود نگشته آشنا روزنی تو یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو یک سو تکنی گیریه و یک سو زنی تو غیر زنت بگه تو یکون کسا نو ندوده یک خونه سوخته هیچ وقت آتشدانی تو دود نگرفت از خوراک نپخته برای مهمونه که همون دود همون موری چشم برویه اگر ای خونه یک سوزن کم شود یک سو خود نالا و فیغان میکنیم یک سو بیوت بوده تاش سوزنی اومدشته دیدی یک سو زنی تو کرد گریه و یک سو زنی تو یک سو تو کنی گریه و یک سو زنی تو اینی چرشه در اخیرش گفت دیگه پوچو گفت احسن اونم شرم داشت ایسو کشیده بچه در این پیش مردم بگن یا تشکیلی فسانی خشرو کرد دعوت کرد از جمله همین سوزنی رو هم دعوت کرد سر پوش کرد او عزتی بسیارش کرد انا بایی گفت حضور رحمت اوخی گفت نوشگرید قطی رحمتت که این شعری دهمه جو پاشده تو مرا شرمنده کردی اکی یا بلو کده همین سبکتر شو اوخی یک پودزهری دیگه شم بته که مقصد همین مردم دیگه دیگه فراموش کنن هم یک گپی خوب بگو بعد گفت مایلش اینا شعر پیریدیل کمی کنن اینانی تو رو نخورده کس جزنی تو ای وای با من دل میسوزم مقصد ای وای با من با دود نگشته آشنا روزنی تو هم روزنی من زیغ نشم هم ای خوکی تو مبلغی تو سختی مردم یک سوزن اگر کم شود از مسکنی تو سوزه دلی من میسوزه بخدا اگرم یک سوزن کم شود یک سو تکنی گریه و یک سو زنی تو یک سو زنی من در این موتم زنی من هم خطی شما شریک میشه رود در گور گفت خطی پودزه هر تب ای سرت بوده شیرتا بود نه که واقعا مردای خدا همیشه در جامعه کم شواتره کن اما نام شده تاریخ میمونه هر کسی که در راه خدا انفاق میکنه انشالله درجه و منزلت بلند داره با خداوند برکتش میده آخی حدیث امام بخاری است رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه اذا اصبح ابن آدم یا که هر وقت میگه فرزند آدم میخیزن ملکان دو ملائکه میگه مقصد که دعا میکنن تو روزی دیگر را یکیش میگه اللهم اعط منفقا خلفا خدایا به منفق به انفاق کننده خلف بده پاداش بده و یقول الاخر اللهم اعط ممسکا تلفا ما من یوم یصبح العباد الا ملکان ینزلان ملائکه پستای خچون علاقه گرفتیانه دعا میکنن تا روز دیگر یک سوتکه دیجور نیانیو دعاشو چی است خدایا به منفق خلف ده همین آدمی که در راه خدا انفاق میکنه در عوض یا خراجات کردگیش عوض میده و دعای دیگه‌اش اللهم اعط ممسکا تلفا خدایا در مال ممسک تلف بانداز در مال ممسک تلف بانداز همون کسایی که خیر کردن احسان کردن باور کنید نام شده تاریخ مونده است حاتم کی بود سردار یک قبیله این قدر پادشاه ها گذاشتن
اینقدر امپراتورها گذاشتن، جهاندارا گذاشتن. حاتم همه میشناسه. در دنیا هست آدمی که حاتم نشناسه. مسلمان نیست حاتم نشناسه. اگر چند در زمان جاهلیت گذشته است، به خاطر چی میشناسنش؟ به خاطر خیر احسانش، به خاطر نام جوانمردی که داشت. زیبانگاه حاتم یک پیرمرد طلب 10 درم سنگ فانید کرد. شیخ سعدی میگه یک مسافر خیمه حاتم میآید و میگه کم کم مزم نیست تو کردیستم نباتم بته. این 10 درم سنگش تقریبا یک 30 گرم میشود. همین 30 گرم نباتم بته. زیراوی چنان یاد دارم خبر که پیشش فرستاد تنگ شکر. راوی روایت میکنه که 30 گرم نه، همین یک خلطه پر فرمید گرفتن بردنش. زن از خیمه گفت این چی تدبیر بود؟ همون 10 درم حاجت پیر بود. این زنک بدنفستر نه، دید که یک خلطه کلون 50 کیلو را پیش کردن بردن. گفت این چی تدبیره، این چی کاره نفهمیدم. او همون احتیاج به همون 30 گرم داشت، تو چی اون یک خلطه روی کردی؟ شنیدین سخن نامبرداری تای، بخندید و گفت ای دلارام حی، گرو در خری حاجت خیش خواست، جوانمردی آل حاتم کجاست؟ میگه وقتی شنید حاتم خندید. زنکی سوده گفت اکو بیچاره به اون مقداری خودش طلب میکنه، همون 30 گرم. اوه من که او را 30 گرم بتم، این جوانمردی و این نام حاتمی کجا میشود؟ و حضرت نصیحت میکنه شیخ سعدی تکلف بری مردی درویش نیست، وصیت همین یک سخن بیش نیست، که چندان که جهدت بود خیر کن، زیت خیر ماند زی سعدی سخن. حقیقتا همین حالت های شید کارای شید مردم دنیا داشتن، همه رفت. همین که خدای تعالی هدایتش کرده است، یک مسجد درست کرده است، مونده است، همون مسجد فایده جانش ما دیگه همه بر رفت. با خدا قسم بسیار دیدم تری چی چیزایی ندارن، همه ای دستش میروه. بسیارش با همه مال ممسی خراکی بیبک در دهنی در کام اژدهار میروه. یک خوراک خیر به خاطر الله کرده است، همون میمونه صدقه جاریه براش. ای دنیا میگذره میروه و همون چیزا میمونه. خدا رحمت کنه علی کرم الله وجهه. یه روز میگه همراه 2-3 نفر از شاگرداش قبرستان جنت البقیع در اومد. میگه با همون طرف قبرستان مراجعت کرد، دعا و درود گفت، همون دعا و سلامی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برامون تعلیم داده است. السلام علیکم اهل دیار المؤمنین، انتم سلفنا و نحن بالاثر و اینا ان شاء الله بكم لاحقون، اسال الله لنا و لكم العافیه. بعد گفت که یا اهل القبور اموالکم قسمت و دارکم سکنت و نساؤکم نکحت. اهل قبرستان گفت مالاتون تقسیم کردن، بعضیش به وارثات رسید، بعضی به بیگانه ها رفت، خانهاتون صحیح پیدا کرد، زناتو شو کردن. فهذا خبرکم عندنا، انا خبری شما بود نزدیک من رسوندمش. فما خبرنا عندکم، شما ما را چی خبر میتید؟ برای ما چی خبری دادنی هستی؟ بعد میگه گشت طرف شاگرداش گفت به خدا قسم اگر گوشی شنوا میداشتیم میتو را میشنیدیم. در جواب میگفتن که و علیکم السلام یا علی، ما اکلنا ربیحنا و ما قدمنا وجدنا و ما اخرنا خسرنا. جواب سلام میدادن و میگفتن چیز خوردیم بردیم، چیز فرستادیم خیر کردیم اینجا دمو رسید، چیزی مونده دردی سر موشید. دیگران میخرن حساب کتابش در سر ما. درویشی گرسنه چون بیاید بدرت، چیزی بده از بحری روانی پدرت. زر جمع کنی برای 3 بیگانه، شوی زن داماد و عروسی پسرت. اصلا همین میزنن خچونا میکشن، اصلی کاری نمیای، برای 3 بیگانه را جمع میکنن. یک کس در سن 46 سالگی مرده است، مال و منال زیاد مونده است. قدرت خدای تعالی
زنش همه را اخت کرده صاحب شده در کارهایی که حتی برادرها شریکن یک کس نزدیک شوی نمیمونه. ای کسایی که قرض داره بیچاره صاحبای پول میآیند این زنک ترسونده است شامش توقف کرده است کریشه داشته چی داشته همه دیگه گریزون ای خودش آدمایی را که حتی قرضاشون دادگی هم میگه مجبور کرده با پول کشیده گرفته است. اینا این مهنت این قزنوزن همه آدمایی که بالای میلیونر پول دارن فردا روز قیامت ای کشته نمیگیرن. در اونجا دیگه درهم و دینار نیست. از طاعت و عبادتش میگیرن اگر داشته باشه نداشته باشه گناههای او را مینوس میکنن در بالاش بار میکنن بخیره جمع میکنی اون زنی او قرار میسته شو هم نکرده باشه ولی بفکر شو میکنه این همیه این مولا برای بیگناه ها جمع میکنی دردی سرته خیلی آدمی به عقل به فراست در کار که به فهمی همی گپو بره و به خدا قسم